سلام به همه دوستان خوبم. بریم با هم یه تارت خوشمزه درست کنیم. پنیر خام 200 گرم، یه بسته ژله، یه بسته خامه، 6 قاشق شکر، نصف لیوان آب جوش. حالا یه بسته ژله‌مون رو داخل نصف لیوان آب جوشمون میریزیم و حلش میکنیم و میذاریم کنار تا زمانی که سرد بشه. مخلوط پنیر، شکر و خاممون رو ابتدا با قاشق هم میزنیم و بعد از اینکه یک دست شد با همزن برقی به طور مداوم هم میزنیم تا سبک بشن. زمانی که سبک شد و اینجوری پره هامون چسبید آماده است. حالا میتونیم ژله سرد شدهمون رو بهش اضافه کنیم و مجدد همه موادمون رو با هم دیگه هم بزنیم تا یک دست بشه. زمانی که همه موادمون با هم دیگه یک دست شد، اونها رو داخل یک قیف میریزیم و روی تارت هامون میریزیم و در انتها اجازه میدیم که چند ساعت داخل یخچال بمونه تا کاملا سفت بشه. یادت نره